همونجور که ببین من الان حکم نوشتن دارم. من علوم غریبه دورش رو رفتم. آره به خدا قسم میدونم. حکم نوشتن استاد بهم داده بود. آره ولی من خودم انجام نمیدم چرا؟ چون نمیتونم. آره سنگینی میاد نمیکشه بلکه اصلا. چون سنگینی میاد نمیخوام این کارو بکنم. یعنی قلم به من نمیسازه. خب چرا من این کارو بکنم؟ هم پیج بخوام رهبری کنم، استوری بذارم، مشتری جواب بدم، نما فلان کنم. خب آدم وقتی نمیرسه چرا باید یه دونه 10 تا هندونه رو بگیره دستش؟ من مشتری ببین تو اگه با من صادق باشی من گرو مشتری بهت میدم. خب من الان یه دونه مشتری به امیر محمد دادم. امیر محمد چیکار کرد؟ پول مشتری